آشنایی با خواص بی‌نظیر غوره. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدین به صفحه فیسبوک و چینل یوتیوب ما. لطفاً صفحه ما را لایک و سابسکرایب نمایید. غوره یکی از میوه‌های ادویه فصل بهار است. بسیار پرطرفدار و در وسط فصل بهار تا اوایل تابستان در دسترس است. غوره میوه آشنای بهار و از جمله میوه‌هایی است که پیش از آمدن بهار انتظارش را میکشند. حالا دیگر انتظار به سر آمده و سبد میوه‌های بسیاری از خانه‌ها پر است. غوره یک میوه کوچک و آبدار و از پوست نازک به رنگ سبز یا سرخ و دارای هسته سخت است. سرشار از ویتامین C، اسید مالیک و اسید سیتریک است. اما باید توجه کنید مصرف بیش از اندازه غوره باعث نفخ معده می شود. غوره دارای خواص بسیاری برای بدن است. باعث بهبود گوارش، تقویت دستگاه ایمنی بدن، لاغری، سلامت دهان و دندان است. فواید غوره: عدد 1. سیستم ایمنی بدن. مصرف مداوم غوره در فصل تابستان سیستم ایمنی بدن را به طور طبیعی تقویت می کند. عدد 2. دهان و دندان. مصرف مداوم غوره به دلیل بالا بودن مقدار ویتامین C به سلامت لثه ها و تقویت دندان ها کمک می کند. عدد 3. جلوگیری از کمخونی. خوردن غوره جذب آهن در بدن را بهبود می بخشد. همچنین به دلیل بالا بودن مقادیر بالای ویتامین C کمک می کند. عدد 4. تناسب اندام. فایبر و ویتامین C بالای غوره برای رسیدن به تناسب اندام شما نیز مفید است. تاثیر بسزایی در کم کردن چربی های دور شکم و کم کردن وزن داشته باشد. عدد 5. کلیه و مثانه. غوره ادرار آور است و اعمال کلیه ها را تنظیم می کند و مصرف مداوم آن سنگ مثانه را خرد و دفع می کند. عدد 6. در دوران بارداری. فواید غوره در بارداری بسیار زیاد است و می تواند خوردن آن در بارداری برای مادر و جنین بسیار مفید باشد. نکته: افراد با فشار خون بالا مصرف غوره همراه با نمک را کنار بگذارند. بهتر است بدون نمک مورد استفاده قرار گیرد تا از خواص آن بهره‌مند ببرند. مصرف بیش از حد غوره باعث رفلکس معده و سوزش سر دل خواهد شد. مصرف زیاد آن باعث نفخ معده و ترش و اسیدی معده و باعث ساییده شدن مینای دندان و درد خاصی در دندانها خواهد شد. میزان استفاده از غوره بستگی به سیستم گوارشی شما دارد. مصرف بیش از حد آن باعث نفخ شدید و درد دل خواهد شد. توصیه می شود غوره را با آب میل کنید. ارزش غذایی غوره باید طوری برنامه ریزی شود که در رژیم غذایی گنجانیده و به خصوص برای افراد مبتلا به دیابت مفید هستند. کسانی که مشکل اسهال دارند باید مصرف را به تعویق بیندازند و مصرف غوره در طی اسهال مشکل را افزایش داده و باعث از دست رفتن آب بیشتر بدن می شود. چنین کودکان از حدود سنین 3 سالگی به بعد می توانند غوره به میزان کم بخورند. اما حتما باید والدین از نداشتن حساسیت با این میوه در آنها اطمینان داشته باشند. برای خوردن غوره در مصرف نمک افراط نکنید. نمک زیاد برای سلامتی مضر است. به خصوص افراد با فشار خون بالا و بیماریان کلیوی از خوردن نمک زیاد اجتناب کنند. نتیجه گیری و جمع‌بندی خواص و فواید غوره. در این ویدیو با خواص غوره و فواید غوره آشنا شدین. این میوه منحصر به فرد خوشمزه و خوشرنگ از ادویه‌های بهار است و بهتر است که به اندازه مصرف شود، چرا که همان طوری که گفته شد ممکن است استفاده بی‌رویه هست از این میوه عوارض به شما داشته باشد. تشکر از اینکه ویدیوی ما را تماشا کردین و با ما همراه بودین. لطفاً صفحه ما را لایک و سابسکرایب کنید تا بتوانید ویدیوهای جدید ما را تماشا کنید.